زن پیغمبر میگه ما از صدای بیل و کلنگ علی ابن ابی طالب فهمیدیم پیغمبر رو میخواستن دفع بکنن روز چهارشنبه. پیغمبر فرمود، دستور داد یک سپاهی از مسلمین خارج بشه از مدینه. گفته هر کس که بگوید پیغمبر مرده است من دستش رو قطع میکنم. اول جایی که میریم تصرف میکنیم صدا و سیمای اون کشور. اگه قراره هر کی جای پیغمبر نماز بخونه که ابن مکتوم اولاست. ابوبکر اصلا امیرالمومنین ما کار نداریم. چرا ابوبکر؟ چون اون واقعه رخ داده، حالا ما میایم براش برهان میچینیم. این مباحث به درد کسی میخورد که بی طرف به موضوع نگاه بکند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر باشه. با فصل جدیدی از مجموعه مکتوم در خدمتتون هستیم. من عمادالدین یزدانخواه هستم به عنوان مجری این برنامه. در حقیقت مکتوم هدفش تبیین کردن و بیان کردن اون سری از موضوعاتی است که در بطن تاریخ پنهان شده، به اونها پرداخته نشده و یا کمتر پرداخته شده. ما اینجا هستیم که به اون موضوعات بیشتر اشاره بکنیم و سوالاتی که شاید سالها و قرنها بدون پاسخ بوده رو پاسخ بدیم. موضوعی که این جلسه در خدمتتون هستیم، این نوبت در خدمتتون هستیم، وقایع بعد از شهادت نبی مکرم اسلام هستش و چگونگی تشکیل حکومت خلیفه اول و خب در این بین اتفاقاتی مثل سقیفه بنی ساعده و شهادت صدیقه کبری سلام الله علیها. در خدمت های دکتر کراچیان هستیم. ممنون میشم که بحث رو شروع بکنید و در خدمتتون باشیم. سلام، عرض ادب و احترام. عرضم به خدمت شما که توضیحات کامل رو فرمودین. دیگه آماده ایم بحث رو شروع کنیم و خدمت شما باش. لطف دارید بزرگوارید. محضرتون عرض کنم همونطور که اکثر مسلمین مطلع هستن، پیامبر اسلام در سال 11 هجری رحلت کردن و بنا به قول مشهور ما معتقد هستیم که نبی مکرم صلوات الله علیه به شهادت رسیدن. برای ما از شهادت پیغمبر و اتفاقات بعد از اون توضیح بدید و مسیر بحثمون رو آغاز بکنیم ان شاء الله. خب عرضم به خدمت شما که در مورد چگونگی رحلت پیغمبر در فریقین، یعنی در کتب شیعیان و اهل سنت، تقریبا نظر واحدی وجود داره. فریقین معتقد هستند که پیغمبر به مرگ طبیعی از دنیا نرفته و نقل‌های جدی هم در کتب اهل سنت هم در کتب شیعیان هست که وجود مبارک پیغمبر مسموم شدند و به نوعی ترور بیولوژیکی شدند. یک کتاب بسیار زیبایی یکی از علمای مصری از دانشمندهای الازهر نوشته، به ترجمه فارسیش نشر آفاق انجام داده، به نام دستگاه خلافت. عبدالفتاح عبدالمقصود نویسنده این کتاب مفصل شرح داده این ماجرا رو و اونجا از علاوه بر نقل‌های تاریخی ما داریم که پیغمبر به شهادت رسیدن، البته که در بحثی که چه کسی قاتل پیغمبر بوده و کیفیت شهادتشون در بین شیعیان و در بین عامه اختلافه، ولی در ماهیت داستان که پیغمبر به مرگ طبیعی از دنیا رحلت نکردن تقریبا موضوع اختلافی نیست. اونجا جالبه که از کسانی که بدن پیغمبر رو دیدن استفاده میکنه از نقل ها. مثلا داریم که چهره پیغمبر لحظات آخر متمایل به سبز شده بود، اطراف شکمشون متمایل به سبزی میزد که آثار سم بوده. آثار سم بوده که حتی اونجا تحلیل جالبی میکنه، میگه احتمالاً چه نوع سمی بوده، حتی بیان میکنه که این سم تدریجی به پیغمبر خورانده میشده، دفعتاً نبوده که مثلا با یک وعده این سم بخواد عمل کنه. و بحث عرضم به خدمت شما که مفصل و مطولی رو آقای عبدالفتاح عبدالمقصود از علمای مصری و سنی مذهب اونجا داره. عملا ما اختلافی نداریم. البته این که تحلیل کنیم که حقیقتا چه کسی قاتل پیغمبر هست، از موضوع این بحثمون خارج میشیم و یک مجال مفصل دیگه ای رو لازم داره.
اتفاقات به اعتقاد بنده از یک روز پنجشنبه شروع میشه. همون روایتی که صحیح بخاری از جناب ابن عباس نقل میکنه، رضیت الخمیس، مصیبت روز پنجشنبه. مصیبت روز پنجشنبه چه اتفاقیه؟ ابن عباس اونجا در روایت بخاری به صراحت میگه که یکی از تلخ‌ترین روزهای تاریخ بود. پیغمبر در جمع اصحابشون هم در بستر بیماری افتادن، طلب کاغذ و قلمی کردن و بیانی داشتن که اگر به من قلم و قرطاس بدین، من میخوام برای شما یک چیزی بنویسم که اگر به اون عمل بکنید ضلالت و گمراهی شما رو در بر نگیره. ما اصلا در این صحبتمون کار نداریم که بگیم اون محتوا چی بوده، فقط ایراد و انتقادی که داریم قبلا هم توی برنامه هامون گفتیم اونه که چرا جلوگیری شد از پیغمبر. البته که پاسخ این موضوع و فرموده حضرت رسول رو ما داریم گمان میکنم و مرحوم علامه عسکری داخل کتاب سقیفه این رو توضیح دادن. اگر که فکر میکنید مجال هستش بفرمایید، اگر نه طبیعتا ما در قرائت شیعی معتقد هستیم که هر صحبتی که پیغمبر اون لحظه آخر میخواستن انجام بدن خیلی عرفی و عاقلانش اینه که در مورد جانشینی بعد از خودشون میخواستن یک تحکیم مجددی و یک میثاق مؤکدی باشه و این طبیعت بحثه. و اتفاقا اون کسانی که اونجا با پیغمبر مخالفت کردن گفتن پیغمبر رو، روایت بخاری میگه گفت پیغمبر رو درد فرا گرفته و صحبتش مسموع نیست. بله. جالبه تو بخاری و تو مسلم این نقل رو آورده. تو کتاب طبقات ابن سعد به کلمه لیحجر هم اشاره کرده، گفته پیغمبر رو درد فرا گرفته. تا اینجاش مسلم و بخاری تا چندین جا آوردن. بعد توی طبقات ابن سعد، طبقات الکبری، اونجا میگه اون کسی که این حرف رو زد بعدش هم گفت پیغمبر داره هزیون میگه. بله. داره عرض میکنه شما صحبتی که بر مبنای نستجیر بالله عقل و تدبیر نیست و از این درد زیاد و از اغما و تبش داره یک حرفی میزنه. ما کتاب خدا داریم و حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما شفایته. گوینده این سخن که نسبت هذیان میده به حضرت رسول صلوات الله حتما مطلع بوده از متن، یا مطلع بوده از متن، یا نگران بوده، یا مطلع بوده که دید شیعه است و مبسوطش رو الان در ذیل همین آیات اول سوره تحریم عرض میکنم، یا هم که نگران بوده. اصلا از این بگذریم. اصلا پیغمبر میخواسته در مورد یک موضوع ساده‌ای وصیت کنه. میخواسته بگه آقا نمازتون از این بعد درست بخونین، روزه رو اینجوری بگیرین، مقید به فلان حکم باشیم. چرا مسموع نشد؟ شما مثال رو برای خودتون پیاده بکنین. یک بزرگی، یک مرجعی، به قول خود اهل سنت یک مولوی، حافظی، هر کسی یه عمر خدمت کرده، لحظه آخرش میخواد یه حرفی بزنه، چرا مانع شده؟ اصلا کلمه لیحجر هم نگفته. ابن سعد از خودتونه، ما میگیم نگفت. بخاری حالا چرا اومده همچین حرفی رو به پیغمبر زده؟ چرا مانع شده؟ شما بعدش نگاه بکنید به اصحاب. بعدش اینی که عده‌ای از اصحاب پیغمبر با این حرف مخالفت کردن، اهل بیتش مخالفت کردن. عبارت خود صحیح بخاری میگه فکسر اللغط، جنگ بالا گرفت، دعوا بالا گرفت، نزاع شد. پیغمبر گفتن قوموا عنی. اسم این روایت در یک بابی در بخاری، باب قول المریض قوموا عنی، بابی که مریض بگوید از پیش من بریم بیرون. این اتفاقات و جالبه ابن عباس خودش هم صحابیه. شما هم که معتقد هستن آقایون صحابه عادل هستن، ستاره های آسمونن، هر بر کدومشون اقتدا بکنی به سرمنزل مقصود میرسی. خب اینا باید عرضم به خدمت شما که بحث بشه که چرا رضیت الخمیس به وجود آمد. اصلا پیغمبر به وقت نستجیر بالله، پیغمبر میخواست هذیان بگه، قلم و کاغذ رو میدادین بهش احترام و اینو حکم کنه. از تو نجاست جاهلیت آمده برکت و نعمت اسلام رو برای شما آورده.
این همه حرف زده، اصلا به ظن خودتون پیغمبر بازی حرف ساده‌ای بزنه، چرا مانع شدین پیغمبر حرف نزنه؟ چرا در حضور پیغمبر سر و صدا کردین؟ این در حقیقت ظن علمای امامیه رو تقویت میکنه. بله ظن علمای شما به هر حال ما فرمایش شما کاملا متین، منتهای مراتب ما به نوعی بایستی هم پاسخ درون شیعی بدیم، هم پاسخی بدیم که خب در خور همه مسلمین باشه و قابل قبول برای همه مسلمین. شما اون پاسخی که در خور همه مسلمین بود رو فرمودید، لکن برای اینکه عدالت رو هم رعایت بکنیم این وجه کار رو هم نگاه بکنیم. به هر حال ما اینجا نشستیم و داریم در مورد تمام این صحبت‌های ما مبتنی بر اطلاع ولایت حضرت عمی صلوات الله هستش. لذا به نظر من قول علمای شیعه رو هم بفرمایید نکنین در بحث وصیت. بله متوجه. نکنین ما معتقد هستیم تو این بحثی هم که میخوایم خصوصا تو این شیوه جدید بحث اون باشه، ما تحلیل شیعی رو عرضم به خدمت شما که بیان میکنیم. بله. و تحلیل شیعی را من باب قاعده الزام مستند میکنیم به اقوال اهل سنت. طبیعتاً آیزدان‌ها ما نمیتونیم نقلی رو بیان بکنیم که مو به مو بنابر اعتقادات تشیع باشه ولی عالم سنی گفته باشه. من در ادامه بحثا شاید بگم مثلا هم با سنیگری اون فرد مخالفه. ما تحلیل عقلایی و منطقی که شیعه قبول داره رو میگیم، مستندات و مقوماتش رو از کتب عامه میاریم اثبات میکنیم. بله. فعلا سوال ما، بحث ما، حرف ما اینه که اولین جسارت به پیغمبر همینه که جلوی پیغمبر بابا اصلا حسبنا کتاب الله، خیلی کلمه قشنگی از یک بعدی، همین کتابی که شما شماخ کردی تو سر پیغمبر زدی و با اون دهن پیغمبر رو خواستی نستجیر بالله ببندی، در مورد همین پیغمبر میگه ما ینطق عن الهوا. پیغمبر از روی هوای نفسش، از روی عرضم به خدمت شما که هذیان، از روی درد کلام اشتباهی نمیگه. هر حرفی که میزند وحی است و هر حرفی میزنه از جانب خداست. همون قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه، عام هر چی پیغمبر گفت بگیرید و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی هم که عرضم به خدمت شما که پیغمبر نهی میکنه شما هم سراغش نرین. لذاست که مخالفت با فرموده رسول اکرم مخالفت با فرمایش خداست. اولین اختلاف، بله قطعا همین جوره، اولین اختلاف این است که مانع شدن و نکنید بحثی نیست که اون نگار چی بود، اون تکنگاری که پیغمبر میخواست انجام بده. این استارت یک جریان بزرگ و برنامه ریزی شده از قبل، وگرنه حساسیتی نداشت. خب پیغمبری هم خطبه خوندن، اینقدر سخنرانی کردن، اینقدر سفر رفتن، یه بحث دیگه هم انجام میدادن. از روز پنجشنبه بریم جلوتر تا روز دوشنبه‌ای که پیغمبر وفات پیدا کردن، به سبب همین درگیری رفت و آمد افراد به خونه پیغمبر محدودتر شده. از طرفی مرض پیغمبر هم تشدید شده، مرضی که منجر به فوت پیغمبر، رحلت پیغمبر در عرضم به خدمت شما که روز دوشنبه 28 صفر سال 11 شد. بله. پیغمبر اون روز فوت شدن. یک اتفاق مجددی صورت گرفته. پیغمبر در، یا اختلاف داریم در این که در منزل و حجره شخصیشون که متعلق به هیچ کدوم از همسرانشون نبود، یا در حجره‌ای که متعلق به صدیقه طاهره سلام الله علیه بود، در دامان امیرالمؤمنین علیه السلام فوت شدن و از دنیا رفتن. همسران پیغمبر مطلع شدن، یکی از همسرانشون به دیگران اطلاع داد، جمعیتی عرضم به خدمت شما که آمدن در منزل پیغمبر. اینجا یک اتفاق عجیب و غریبی افتاده. ما همیشه یه جوری با شیعه برخورد کردن که شیعه در موضع پاسخ باشه. من این بحث رو با کمال ادب، با کمال احترام، با تمام رعایت موازین آداب و منطق مناظره و بحث خدمتتون عرض میکنم. تقاضا دارم که کسی جواب داره این جواب رو بده. اولین نفرهایی که آمدن بالا سر جنازه پیغمبر شخص خلیفه دوم،
آمده بالا سر جنازه پیغمبر، شما بفرمایید که چیکار کرده؟ شمشیر کشیده، بالا سر جنازه پیغمبر واسطاده، گفته هر کس که بگوید پیغمبر مرده است میکشم، من دستش رو قطع میکنم. آخه این چه واکنش احساسیه؟ ابن عباس میگه براش آیه خوندم که بابا قرآن که پیش بینی کرده بود پیغمبر میمیره، افا ان مات او قتل، ممکنه اگه مرد، اگه کشته شد، انقلبتم علی اعقابکم، برمیگردید به جاهلیت. پس میشه پیغمبرم مردنیه، پیغمبر هم مرگ برش حادث میشه. یک پرانتزی باز کنم، ما ورق صفحات تاریخ رو داریم ورق میزنیم و میریم جلو. از روز پنجشنبه فرمودید شما صحبت کردید و اومدیم رسیدیم به روز دوشنبه که شهادت رحلت یا شهادت با هر عنوانی نبی مکرم هستش. این وسط آیا اتفاق دیگه ای رخ نداده؟ چرا که خب اقوالی هستش مبتنی بر این که پیغمبر فرمود، دستور داد یک سپاهی از مسلمین خارج بشه از مدینه و برای نبرد با کفار و دشمنان اسلام خارج بشه و فرمود که تخلف نکنن افرادی که امر شدن به حضور در این سپاه. این رو هم اگه توضیح بدید ممنون. بسیار مطلب دقیقی. نکنیم پیغمبر در قبل از روز پنجشنبه حساس بله 2 نکته داره. من خواهش میکنم این 2 نکته رو عرضم به خدمت شما که بهش توجه بکنید. پیغمبر عرضم به پسر خوانده‌شون زید، اسامه ابن زید رو در سن 18 سالگی رئیس سپاهی میکنه که اینها برن با گروهی از نصارای روم شرقی وارد جنگ بشن. اسم سپاه معرفه شده به سپاه اسامه. مکرر پیغمبر فرموده است لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت بکند کسی که از اسامه ابن زید تخلف کنه. سوال اول من، اولا که مشخص میشه اسامه ابن زید 18 ساله رو پیغمبر در امارت و عرضم به خدمت شما که وکالت در جنگ و مدیریت و اینها از پیرمردهای خاصی که بعدا خیلی هم مدعی بودن بیشتر قبول داره یه جوون 18 ساله رو. تجربه دومش هم هستش که سپهسالاره. بله سنش خیلی کمه. پدر خانوماش و بزرگای صحابه و اینهایی که مدعیند رو مجبور میکنه به استثناء عده خاص که همون اهل سنتی که نقل کردن که پیغمبر گفت لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، همونها گفتن که پیغمبر امیرالمؤمنین و چند نفر دیگر رو استثناء کرد. سوال من اینه اصلا چرا خلیفه دوم در اون روز مدینه بوده؟ پیغمبر مکرر گفتن لعنت به کسی که جیش اسامه رو ترک بکنه. حالا در قالب مزاح بگم اینها که خیلی متخصص بودن در جنگ شرکت بکنن ولی شمشیر نزنن، حداقل در جنگ شرکت میکردن. اینقدر تو جنگ شرکت کردن که آیه آمد فضل الله المجاهدین علی القاعدین. بخونین تفسیرش تو زمخشری، کتاب خودتونه. تو هم فرماندهی بودن و آخر پشت جبهه خدمت میکردن، میرفتن. ما توقع نداشتیم از آن جلو احد و جلو بدر رو اینا شمشیر نکشیدن، حالا تو سپاه اسامه شمشیر بکشن، ولی هم چرا با اسامه نرفتن؟ اینو چرا هیچکی جواب نمیده؟ چرا یه جوری خودشونو به یه کوچه‌ای میزنن جواب نمیدن؟ اینجا بحثیه. آقا سواله، شما تو کتاباتون گفتین پیغمبر فرموده است لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت بکنه کسی که تو جیش اسامه شرکت نکنه. وقتی که اسامه از مدینه خارج شده آقایون سیبیل در سیبیل بازگشتن به مدینه، تو مدینه هستن، اصلا نگهداشتی تو مدینه هستن. برگردم به اصل موضوع. آمده بالای سر پیغمبر شمشیر کشیده، هر کی بگه پیغمبر فوت شده من دستشو میبرم. پیغمبر مثلش مثل عیساست، به آسمان عروج کرده و دوباره برمیگرده. صحنه رو به هم نزنیم. ابن عباس میگه ما براش آیه خوندیم که پیغمبر امکان مرگ داره. این چه حرفیه؟ پیغمبر هم قرآن میگه بشر مثلکم، میمیره. توجهی نمیکنه، مردم رو معطل میکنه تا رفیقش
خلیفه اول برسه. خلیفه اول میرسه، تا تصویرسازی روایت طبری این شکلیه. اینها با هم مکالمه میکنن، میگه برادر آروم باش، پیغمبر هم به رحمت خدا رفته، و براش این آیه رو میخونه که ان مات او قتل، اگر پیغمبر بمیره یا کشته بشه شما چه کنید، چه کار نکنید، چه کار بکنید. اونجا حالا 5 دقیقه قبل این آیه رو برش خوندن ها، 10 دقیقه قبل این آیه رو برش خوندن ها. اونجا میگه که عرضم به خدمت شما که چنان این روایت برادرم از قرآن و تذکری که بهم داد به جانم نشست که انگار قبل این آیه رو نخوانده بودن. چند ساعت مردم رو علاف کرده. حالا ما نمیدونیم تو این چند ساعت پیکی رفته ابوبکر رو خبر بکنه. چرا مردم علاف شدن؟ در حقیقت ابوبکر در مدینه نبوده. ابوبکر در مدینه نبوده. ما نمیدونیم که ابوبکر از در جیش اسامه بوده که این که برگشت مدینه مصداق بارز تخلفه. پس یعنی خودش میدونسته که باید تو اسامه باشه و چرا برگشته. بعضی از علماءمون هم معتقد هستن که نه، یه کاری داشت که در آینده همین بحث و همین قسمت میگیم که در قبیله به نام قبیله بنی اسلم اونجا مشغول مذاکرات دیپلماتیک بوده. این سوال ماست. با کمال عرضم به خدمت شما که احترام همین موضوع رو طرح میکنیم. به هر ترتیبی اینها میگن که این اتفاق صورت گرفت. اینا که من ببخشید نظر شیعه رو بگم، ما یک کلیپی داشتیم، کلیپ آخر مکتوم، در مورد آیات ابتدایی سوره تحریم صحبت کردیم که خداوند متعال ماجرایی رو داره نقل میکنه که برخی از زنای پیغمبر رازی رو افشا کردن، عهدی پیغمبر از اینها گرفته بود، این رو به عرضم به خدمت شما گوش هم رسوندن و به ضد پیغمبر تظاهرا پشت به پشت هم دادن به دشمنی با پیغمبر و اونها رو تعذیب میکنه. خبر رو از طریق غیبی به پیغمبر میرسونه، میگه پیغمبر بگو نبأن العلیم الخبیر، خداوند آگاه به من خبر داده، و بعد با اونها با عتاب برخورد میکنه، میگه اگر شما پشت به پشت بدین خدا پشت پیغمبره، جبرئیل پشت پیغمبره، صالح المؤمنین یعنی امیر المؤمنین پشت پیغمبره، شما هیچ کار نمیتونین بکنین. و بعد میفرماید که شما اینقدر این گناهتون سنگینه که اگر توبه هم بکنید خدا نمیپذیره. ما اینو طرح کردیم، گفتیم جواب ما رو بده. جواب برامون نوشتن که عرضم به خدمت شما پیغمبر رفته بوده یک عسلی خورده بوده، عسل بو میداده، او که دهن پیغمبر رو بو کرده، فهمیده که پیغمبر بین نوبت رعایت نمیکنه، یک لایکشی میکنه، اونا رو اومدن یک بحثای ری و رومی که اصلا شأنیت طرح نداره. سر یه موضوع زناشویی اینقدر مهمه که خداوند یکی از 114 تا سوره قرآن رو بین یک عاشق و معشوق یک اختلافی بوده بیاد برای ماها بگه آقا عقل سلیم به این حکم میکنه. تفاسیر اهل سنت چطور؟ تفاسیر اهل سنت طبری به وضوح این ماجرا رو داره، هرچند ماجرای اول رو هم دارن که پیغمبر باز همون ماجرای اونها هم دلالتش اینه که پیغمبر ماریه قبطیه رو از این 2 نفر بیشتر دوست داشته، وقتشو با اون بگذرونه، دردی ازشون دوا نمیکنه. اگر اون ماجراها بود، اگر اختلافات نرم زناشویی بود، خیلی کامنت گذاشتن که محبوبه پیغمبر بوده دیگه، این اگر شما توبه بکنید توبتون پذیرفته نمیشه و دلاتون زنگار گرفته، چه طرحی داره اینجا؟ چه موضوعی داره؟ بعد چند تا آیه بعد رو ملاحظه بفرمایید. خیلی افتخار شده که فلانی همسر پیغمبره. بابا مگه شما نمیگین قرآن شیعه به قرآن توجه نمیکنه؟ کسی از اینا برای ما کامنت گذاشته که میشه بگین قرآنتون رو معرفی بکنین؟ قرآن شما چیه؟ اینقدر اینا تحت تبلیغاتن. قرآن ما همین قرآن عثمان طاهاست، از سوره حمد شروع میشه تا سوره ناس، اکثر و چاپ بهتر و خوبش هم مثلا عربستان و اینا میگیریم. اینقدر تحت تبلیغات مسمومن که فکر میکنن. یکی از دوستان ما میگفت مالزی بودم، بعد همکارم اومده گفته میشه هدیه یکی از قرآن‌های شیعه رو برای من بیاری، من
بخونم ببینم تو قرآن‌های شیعه چی نوشته؟ ببینین تبلیغات آقایون رو. تو همون قرآن 4-5 تا آیه بعد خدا مثل میزنه که بفهمین که صرفا اگه کسی زن پیغمبره دلیل نمیشه که کارش هم درست باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضرب الله مثلا للذین کفروا. خدا برای کفار مثالی میزند. امرأت نوح و امرأت لوط. زن نوح و زن لوط. اینا چه شرایطی داشتن؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین. اتفاقا اینها در عقد 2 تا از بنده های صالح ما بودن. خب همسر جناب نوح بوده، همسر جناب لوط بوده، چیکار کرده؟ فخانتاهما. این 2 تا به شوهراشون خیانت کردن. اتفاقا شوهرها هم تا آخر عمر اینا رو طلاق ندادن. بنا به مصلحت بالاتری با اینها ازدواج هم کردن و ازدواجشون باشون ادامه دادن. ولی قرآن میگه این 2 نفر همسر پیغمبران من بودن. فلم یغنیا عنهما من الله شیء. از خدا و از این شوهرای خوبی که داشتن بهره ای نبردن. و ما هم فردای قیامت بهشون میگیم قیل ادخلوا النار. برین تو جهنم مع داخلین. عده دیگه هم قبل شما و بعد شما وارد اونجا میشن. تزویج با یک پیغمبر، ازدواج با یک پیغمبر هیچ چک سفید امضایی نیست. هیچ چک سفید امضایی نیست. بله ما معتقدیم زنهای پیغمبر جایگاه ویژه‌ای دارن. ام المؤمنین هستن. تا بحثش رو طرح میکنن. بله. قرآن میفهمه لستن کاحد من النساء. شما با زنهای دیگه فرق دارید، ولی به یک شرطی. ان اتقیتن. اگه تقوا پیشه کنید بله فرق دارید، ولی اگه تقوا پیشه نکنید پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. برعکسش هم داریم. فرعون آدم بدی بوده، همسرش آدم خوبی بوده. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. قرآن داره به وضوح میگه این که زن پیغمبر هستی باد به قبقبت ننداز. لوط مهمونهاش و ملائکش رو زنش لو داد به قبیلش که بیاین ما مهمون جدید داریم. ما معتقدیم پیغمبر رازی رو، و به تعبیر صحیح‌تر بخوام برگردان فارسیش رو بگم، عهدی رو از حفظه گرفت پیرامون این که من میدونم پدر تو و پدر رفیقت دارن برنامه ریزی میکنن برای جانشینی بعد از من. شما راهتون از اینها جدا بکنید. آقای مرحوم علامه عسگری در کتاب سقیفه که هم چاپ انتشارات دلیل ما هست هم چاپ منیر هست، مبسوط این رو با ادله‌اش آوردن. این تحلیل شیعی و اونها خیانت کردن. این سخن رو به همدیگه گفتن. قرار شد اخبار داخله از وضعیت سلامتی پیغمبر رو آماده باش به دستگاه خلافت برسونن و معاضد و کمک عرضم به خدمت شما که پدرانشون باشن. آقا کار اینقدر عجیب و غریبه. من این عرض بکنم پیغمبر خدا دوشنبه فوت شده. بله. غسل دادن پیغمبر رو اهل بیت بدونی که کسی از صحابه بیاد، یا اگرم صحابه آمده صحابه های درجه 2 غیر معروفن. تکفین کردن، حنوط کردن، عرضم به خدمت شما که تجهیز کردن، جنازه رو گذاشتن. در اهل سنت هم همین نظر رو دارن، شیعه هم همین نظر رو داره. پیغمبر نماز میتشون امام نداشت، گفته بودن جنازه هم رو بذارین مسلمان ها گروه بیان به جنازه هم نماز بخونن. امیرالمؤمنین علیه السلام اذکار نماز میت رو تکرار میکردن. گروه مسلمان ها در چندین نوبت به پیغمبر نماز میخوندن. از سه‌شنبه تا اواسط چهارشنبه این اتفاق طول کشیده. زن پیغمبر، همین زنی که میگین محبوبه رسول الله بود، ببینید مثال بزنید با یک زن و شوهر همین الان، مثلا شوهر پیغمبرم نباشه. زن پیغمبر میگه ما از صدای بیل و کلنگ علی ابن ابی طالب فهمیدیم پیغمبر رو میخواستن دفن بکنن روز چهارشنبه.
ماشاءالله به این عزادارید. خب من ماشاءالله به این نگرانید. یک جنبندی تا اینجا بکنیم چه اتفاقاتی افتاد. ما اومدیم بررسی کردیم، فرمودید شما که پنجشنبه روزی بود رسول مکرم اسلام در بستر بیماری بودن، بیماری شدت گرفته بود و مسلمین دور پیغمبر رو گرفته بودن. پیغمبر فرمود که قلم و کاغذ بیارید، من میخوام وصیت بنویسم. ما شیعیان معتقدیم که پیغمبر صلوات الله علیه بنا به این داشتن وصیت بکند به ولایت از تعمیر و نهی بکنن از دشمنان امیرالمؤمنین. این اون چیزی هستش که ما شیعیان اعتقاد داریم و خب مثال هم بخوام بزنم مرحوم علامه عسکری در کتاب سقیفه این رو قید فرمودن. این ماجرا میگذره میرسه به روز دوشنبه. این وسط من میتونم بگم که یک نمازی رو هم پیغمبر با یک حالی رفتن و خوندن با امیرالمؤمنین، اگر درست بگم آقای دکتر. بله. و خب همون نماز هم اگر هر زمان صلاح دونستید ذیل بحث توضیحش رو بدید و بعد شهادت پیغمبر یا رحلت پیغمبر رخ میده در روز دوشنبه ای و این وسط یه اتفاقی میفته و اون هم اینه که یه عده از افراد، یه عده از صحابی پیغمبر و مسلمین میان و از سپاه اسامه بن زید تخلف میکنن برخلاف عهدی که با پیغمبر و با اسامه بسته بودن برای یک به هر حال حمله و نبردی که اتفاق قرار بوده بیفته. اونها میان، جناب خلیفه دوم میفرماد که خیر، پیغمبر از دنیا نرفته، مثل عیسی ابن مریم باز میگرده. جناب خلیفه اول خارج از مدینه بوده و با حالا اون نامه و مکاتبه و ارتباطی که با دختر خودشون جناب عایشه داشتن باز میگرده ایشون به مدینه و خب کار خلافت راست میشه و جلو میره تا ببینیم که چه اتفاقی میفته و کجا ما کی به سقیفه میرسیم. امروز شد روز چهارشنبه. اتفاقات از روز دوشنبه همزمان داره میفته. پیغمبر عملا رو قلم و کاغذ بخوام بگیم یا اون شنبه یا یک شنبه نمازی رو میخواستن بخونن، جایگاه پیغمبر در مسجد خالی بوده. بله. آمدن اصحاب از خانه رسول خدا استعلام گرفتن که بفرمایید رسول خدا یک نفر رو بفرست یا خودشون بیاد. همسر پیغمبر گفته بابام رو میفرستم و اصلا این رو طرح نکرده با پیغمبر، پدرش رفته. من تو این بین بگم اولا که نماز خواندن جای رسول الله اصلا دلالتی بر چیزی ندارد. آقایون بعد میگن نه نماز خونده به علتی که نماز خونده پس نظر پیغمبر بود. نه کتابای خودتونه. پس اگه اینکه یه دو رکعتی به جا پیغمبر نماز خونده، ابن مکتوم در 19 سفر پیغمبر جا پیغمبر امام جماعت واسطاده. اگه قراره هر کی جای پیغمبر نماز بخونه که ابن مکتوم اولاست، محبوب کسی امیرالمومنین ما کار نداریم. اگر مبنا اینه که آخه جالبه امروز اهل سنت میگن ابوبکر خوب بود چون جای پیغمبر نماز خون. این آقا خودش تو سقیفه بنی ساعده ری و روم در دفاع از خودش گفته، بعدش هم 1.5 سال منبر میرفته از خودش تعریف میکرده، یک بار همین حرف رو در فضیلت خودش نزده. خلیفه دوم به هر چیزی احتجاج کرده در فضائل، خلیفه اول یک بار نگفته. خود عایشه یک بار نگفته بابای من اینجوری بود که جای پیغمبر نماز خوند. بعدن دیدن چیز نرفته همچین چیز درست کنیم. نماز وقتی خبر به پیغمبر رسید که نماز داره با امامت ابوبکر برگزار میشه، با اون حالی که داشتن ابن عباس در بعضی روایات ما و امیرالمؤمنین علیه السلام رو در تمام تقریبا میتونم بگم روایت های اهل سنت زیر بغل حضرت رو گرفتن، وسط نماز امام جماعت رو کنار زدند، ادامه نمازش رو نخوندن، 2 مرتبه تکبیرت الاحرام گفتن و همون نماز خودشون خوندن. و جالب حالا در کتب شیعی پیغمبر بعد این نماز خطبه‌ای هم میخونن که خیلی موجز و خلاصه تمام احکام اسلام رو از ابتدا تا انتها میگن. تو کتاب ثواب الاعمال
بله. از مرحوم صدوق روایت آخر اون خطبه است که پیغمبر یک دور دیگه تمام اسلام رو از صدر و ذیل و احکام و مستحبات و مکروهات بیان میکنه. وصیتی که فرصت نبوده انجام حضرت رسول بفرمایند یک بخشیش رو نگرانی است. رسول خدا امتش رو داره تنها میذاره و یک خلاصه‌ای به قول جدید جمله از روایت معروفی که فرمودن حضرت رسول رو بفرمایید توی نمازی صبحی که خوندن، اشاره کردن به اینکه به هر حال پیغمبر اونجا مفصل صحبت کردن، در مورد حق الناس صحبت کردن، در مورد دیون صحبت کردن، در مورد فضیلت‌های دیگه صحبت کردن، درخواست کردن که کسی ازشون بدهی داره اسنادشو بیاره. خیلی صحبت‌های مفصلی پیغمبر جایی داریم حدیث ثقلین رو اینجا نقل کرده باشن مجدد؟ بله، عرضم به خدمت شما که مرحوم میر حامد حسین در بحث ابقات یکی از مکانهای ایراد حدیث ثقلین رو بعد از همین نماز در اون صبحگاه میدونه که بحثش مفصله. من تو پرانتز چون افراد گوش میدن کتابی هست در مورد نماز ابوبکر اسمشه، خیلی کتاب کوچیک 40-50 صفحه، انتشارات دارالحقائق حضرت آیت الله آصد علی اصغر حسینی میلانی، مفصل این رو کتاب پی دی افش هم رایگان تو سایت almilani.org هست، میتونن قشنگ دانلود کنن، اسناد، مدارک، تمام صحبتایی که انجام میدیم. به همین مناسبت بحثی من اینجا بگم غالب محتواهای تاریخی، شما جنبندیتون تموم شد توی موضوع بفرمایید. آره بعد بریم غالب محتواهایی که ما الان از قبل گفتیم و از بعد میخوایم بگیم مبتنی است بر کتاب الصحیح من سیرت نبی الاعظم، یک کتابی قریب به 30 جلده، و کتاب الصحیح من سیرت امام امیر المؤمنین یا اسم دیگه داره المرتضی فی سیرت المرتضی، 54 جلده، نویسنده از علمای لبنان آقای سید جعفر مرتضی عاملی رحمت الله علیه، کسی که با دقت فراوان تحلیل‌های شیعه رو مستند به روایات اهل سنت جمع آوری کرده در همه موضوعات تاریخی. این مباحث عمدتاً غالب به موضوع جلد 9 کتاب پیرامون حالا ما امیرالمؤمنین علیه السلام اینجا که صحبت کردیم این رو اگر صلاح میدونید این بحث نماز حضرت رسول رو ببندیم بریم به روزهای جلوتر. ولی یه موضوعی رو من خواستم بگم، اون هم این که یک بخشی رو و یا حتی یک جلسه رو یک قسمتی رو اختصاص بدیم به این موضوع که در مورد خدمات مرحوم میر حامد حسین و کتاب شریف ابقات صحبت بکنیم، چرا که حس می‌کنم کتاب مهجور واقع شده و حیف این کتاب. ما سیری که تو ذهن خودم هست برای این بحث اینه که ما یه مقداری مباحث تاریخی رو که عرضم به خدمت شما طرح بکنیم و افراد و مخاطبینمون تو فضای تاریخ و اون روزها بیان، بعد لامحاله باید برگردیم به ادله حدیثی و ادله قرآنی امامت بلافصل امیرالمؤمنین. اونجا دیگه ابقات و میر حامد حسین عصای دست ما خواهد بود که اونجا مفصلا عرضم به خدمت شما که از مرحوم میر حامد حسین بحث خواهیم کرد. من یه بحثی رو بگم از عظمت سید جعفر مرتضی عاملی. ایشون این کتاب رو گفتم مستندات اهل سنت رو ولی با هدف اعتقادات شیعه، یعنی متن اعتقادات شیعه است، همش رو تقویت کرده با نقل‌های اهل سنت. خوشتر آن باشد که وصف دلبران گفته آید در حدیث دیگران. با این مبنا رفته جلو، کتاب‌های مفصلی نوشته، یه حسرتی به دل جامعه اسلام مونده، نه فقط شیعیان. ایشون یک کتاب بسیار مفصلی نوشته به نام الاسرائیلیات، این خودش هم یه تحلیله ها. بله. جعفر مرتضی یک کتاب مفصلی داشته به نام الاسرائیلیات، اونجا ارتباط سقیفه بنی ساعده و یهود و روایاتی که یهود در کتب سنی ها وارد کردن و اشخاص شاخصی از عامه
که ارتباطات به قول معروف در پشت با یهودی ها داشتند رو مبسوط بحث کرده. این رو هم بفرمایید که مرحوم سید جعفر مرتضی عاملی اهل لبنان بوده، ایشون از شیعیان لبنان بوده. بله، مرحوم سید جعفر مرتضی عاملی خیلی مختصر بخوام خدمتتون عرض بکنم، متولد جبل عامل هستند، جنوب لبنان، از شیعیان لبنان، تحصیل کرده ایران بودن. بله. و از حتی از این بعضی از مراجع حاضر عرضم به خدمت شما که اجازه اجتهاد دارن و درس اینها بودن. اواخر عمرشون 2 مرتبه برمیگردن به لبنان و متاسفانه این کتابی که من عرض میکنم که پیرامون دخالت و نفاق یهود در اسلام و ارتباط مجموعه دستگاه خلافت با یهودیا هست به نام الاسرائیلیات، نسخه اصلی مؤلف با تأسف شدید در جنگ 33 روزه یکی از اماکنی که بمبارون شد در جنگ 33 روزه حزب الله و اسرائیل، یکی از اماکنی که خاصتاً ویران شد کتابخانه شخصی جعفر مرتضی بود که این ویرانی کتابخانه باعث شد که این کتاب هم متاسفانه از بین بره. البته ما نقل‌هاش رو داریم، مطمئن هستیم که خیلی از این حادثه های بعد از رحلت پیغمبر دستکاری یهوده. همین امروز هم متوجه میشیم که کی با یهود بیشتر درگیره، کی با یهود بیشتر رفیقه. خیلی واضحه. عرضم به خدمت شما که ولی متاسفانه اون تدوین اون کتاب از بین رفته تو بمبارون. خب بریم جلوتر آقای دکتر. ما رسیدیم به اون جایی که جناب خلیفه اول وارد مدینه شد و خلیفه دوم گفتش که رسول اکرم از دنیا رفته کما اینکه بقیه مردم از دنیا میرن، بشر بوده، انسان بوده و از دنیا رفته. خب من اینجا برمیگردم به همون صحبتم. ما میخوایم تحلیل شیعی رو پیرامون این بحث بگیم. درست. آیون کودتا اتفاق افتاده، دنبال عقل و منطق و رأیگیری و فرصت برابر و اینها نباشید. الان در یک کشوری کودتا اتفاق میفته، یک صبح تا شب عرضم به خدمت شما که ری و رومشون به هم میریزه. چیه؟ ذات کودتا همینیه که دفعتنه. بله. یک هویه. اتفاقی است که اتفاقا خود آقا هم سوتی داده و یک کلمه معادله این گفته. حالا ما خودمون هم خیلی توی حرف داریم ولی تردید نداریم که این عبارت خلیفه دوم که ان بیعت یا بیعت ابیبکر فلتتون، بیعت ابوبکر فلته بود. حالا فلته خوشگلترین ترجمهش میشه یک کار سریع عرضم به خدمت شما که چیشو معنیش بدون حساب و کتاب، بدون حساب کتاب، بدون برنامه ریزی بود که وقع الله شر رو، خدا شرشو کم کرد. خودش داره میگه دیگه. بله. اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. خودش میگه ان بیعت ابیبکر فلتتون، بیعت ابوبکر کار هلهلکی بود، خدا شرشو کند. این هم توی اون فرمایشاتی که میکنید بحثایی که خودمون داریم در شرایط این رو جناب خلیفه دوم میرسیم. آیا از آخه میرسیم. من این بحث بریم سراغ صحیفه به نظرم. ما معتقد هستیم کودتا اتفاق افتاده. مرحوم علامه عسکری یک جمله‌ای داره، من خواهش میکنم که شما قرائنش رو بگید. من خیلی این جمله به دل و جان من نشسته. مرحوم علامه عسکری میفرماید که آقا شما زمانی که میخواید کودتا بکنید، شما وقتی که میخواید بیایید فرض بکنید یک مملکتی رو، یک کشوری رو، یک حاکمیت رو براندازی بکنید و اون کشور رو بگیرید. ببخشید جسارتم میکنم اینو فرمایشات شما، ولی خب شما تسلط بیشتر قرائنش رو بگید. زمانی که میخواید شما بیاید یک کشوری رو بگیرید و یک حکومتی رو قبض بکنید، بایستی برید تریبون و رسانه اصلی اون کشور رو بگیرید. مرحوم علامه میفرماید که فرض بفرمایید ما میخوایم در زمان نهضت توی این بره از تاریخ بیایم و یک کشوری رو بگیریم. چیکار میکنیم؟ اول جایی که میریم تصرف میکنیم صدا و سیمای اون کشور اون حکومته و میفرماید که
در عهد نبوی و در صدر اسلام منبر و مسجد حضرت رسول مسجد النبی حکم همون صدا و سیما رو داره، حکومت اسلامی رو داره. این قرارش رو بگین. یه چیزی عرض بکنم، شما مثال رو خیلی میشه تو اجتماع خودمون بیارین، خیلی ملموس برای خودتون انجام بدین. رهبر یک مملکتی، یک پادشاه یک کشوری، یک بزرگی فوت شده. بله. اصلا تقلیل بدین، یک رئیس کارخونه ای فوت شده. یک عده دارن کجای دنیا هست قبل از اینکه اون بابا رو حداقل با احترام به آیین خودشون دفع بکنن. اصلا کار خوبی بود. اصلا آقا ما ببخشید از خر شیطون آمدیم پایین. اصلا باید مسلمان‌ها جمع می‌شدن تو یک سقیفه ای. قرآن هم اتفاقا یک سوره در مورد سقیفه داره، چون خیلی میگن قرآن این تو قرآن کجاست؟ من سوال میگه سقیفه تو قرآن کجاست؟ اینجور خلیفه تعیین کردن تو قرآن کجاست؟ اصلا بالفرضم که هست، افرادی جمع شدن توی یک جایی بعد پیغمبر یک دلسوزی بکنن که خدا حواسش نبوده، پیغمبر هم حواسش نبوده، عقل آقایون رسیده. ما اصلا قبول داریم این کار درسته. جنازه پیغمبر رو زمینه تا چهارشنبه و این واجب عینیه بر مسلمین. اینها سه شنبه صدا و سیمای پیغمبر رو تصرف کردن، دوشنبه سقیفه بنی ساعده تا پاسی از شب طول کشیده، نماز صبح سه شنبه روایت خودش شده میگه نگاه کرد به منبر پیغمبر، جرئت نمیکرد بره بالا. بقول مشهدی هم میگه سقرمه میزد، چیکارش میکرد؟ اشکونش که آبرومون داری میبری برو بالا. رفت بالا، نمیتونست حرف بزنه و کودتا محقق شد، تثبیت شد. یکی از میخای جدی بود. یهو منبر پیغمبر رو گرفتن. یعنی چی؟ شما که اینقدر کتاب دارین یک جا بفرمایین که آقایون کجا تو تجهیز جنازه پیغمبر شرکت کرده؟ چجوری به پیغمبر نماز خوندن؟ این یک برنامه ریزی بوده دیگه. من استنباط خودم اینه. ببینید شما زمانی که میبینید پیغمبر در بستر بیماریه، توان این رو نداره بیاد نماز بخونه، میرید جاش نماز میخونید. زمانی که پیغمبر از دنیا رفته، بدنش روی زمینه، شما جزو کارهای ابتدایی که انجام میدید میرید روی منبرش. خب اینها دفعتاً که رخ نمیده. دقیقاً همین فرمایش شما درسته. اینها با هم قسم بودند برای جانشینی پیغمبر. ما بحث خواهیم کرد. این یکی از اقداماتشون بود. قبلش هم اقدام داشتن. قبلش هم افرادی دنبال ترور پیغمبر بودن که قدرت ابتکار عمل دستشون باشه. جایی واسطن ببینن پیغمبر که میخواد از دنیا بره کارشون رو شروع کنن. مفصل طرح خواهیم کرد. بحث من اینه که اصلا پیغمبر یه جوری کار چینده بود، مکرر در مورد جانشینی خودش صحبت کرده بود. همون میر حامد حسین که فرمودین 73 جا یا 76 جا یک اختلافی داریم که سه جاش یکی باشه، بیان متفاوت از ثقلین رو نقل میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه تو منا سال فلان گفت، تو مسجد خیف سال فلان گفت، روز خیبر گفت، روز احد گفت، تو بیماریش گفت، تو مسافرتش گفت، یک روز جمع شده بودن گفت. دائم تعیین تکلیف کرده که بعدش چه خبره. سال آخر هم همه رو برده بیعت گرفته. اصلا بعضی میگه چرا امیرالمومنین نرفت سقیفه؟ یعنی چی؟ همه با امیرالمومنین بیعت کردن، دوباره بیعت میگرفت. بیعت مال این روز بود اصلا. این همه مردم الاف کرده که دوست منه، قبلا صحبتش کردیم، بیعت کرده بودن همه با امیرالمومنین. اصلا نیاز به بیعت مجزایی نبود. توبیخ میکرد، اسم امیرالمومنین رو عوض کرده بود. تو چند ماه این روایت اهل سنته. خودش نفر اول آمده گفته تبریک بهت میگم تو مولای من شدی. 3 ماه 4 ماه قبل از فوتش کسی حق نداشت تو کوچه، بازار، خیابون، مسجد، رفیق به امیرالمؤمنین خطاب بکنه. علی ابن ابی طالب، ابو تراب، ابوالحسن، تمام اسمهای امیرالمؤمنین رو حذف کرده بود. فقط مردم حق داشتن با این کلمه امیرالمؤمنین رو خطاب قرار بدن. کلمه امرت المؤمنین، امیرالمؤمنین بهش میگفتن. بعد آقا میگه چرا خودش نرفت تو سقیفه؟ تا پیغمبر زنده بود به این آقا میگفتن امیرالمؤمنین. تعیین تکلیف واضح بود.
چرا دوباره بره تو سقیفه بشینه؟ پیغمبر چیزی رو برای بعد خودش نذاشته بود. چرا یه جوری جلوه میدن که یک انگار کمکاری از امیرالمؤمنین بوده؟ چه کمکاری بوده؟ شماها خودتون رفتین باش بیعت کردین، شماها زیر آفتاب الاف شدین. ما بعد میرسیم به قدیر مبسوط بحثشو میگیم، اصلا جانشینی مشخص بود. آقا اومده کامنت گذاشته خب پیغمبر زودتر میبشون نامش، اصلا من به محتوای نامه چی کار دارم؟ پیغمبر که همتون رو جز آورده بود ازتون بیعت گرفته بود که اصلا بنایی به رأی گیری نیست. مفصلا پیغمبر کارو جمع کرده بود براش، حجت رو تموم کرده بود. حالا اصلا ما این بحث بذاریم کنار، بریم جلوتر. یک بیانی بگم از امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت وقتی که کار تجهیز پیغمبر رو انجام میدادن، فردی آمد به حضرت گفتش که آقا اینجوری شد در سقیفه دارن میرن سمت ابوبکر. حضرت برای متوجه بشین، بله. حضرت گفتن ابوبکر از آخر به چی استدلال کرد؟ چرا ابوبکر؟ تو هم جریان نفاق آدمای باسوادتر و شجاعتر و بهتری از ابوبکر بودن. خود ابوبکر نامه نوشت به باباش که بیا من خلیفه شدم. باباش گفت چرا من بیام؟ چرا تو خلیفه شدی؟ نامه نوشت به باباش که من خلیفه شدم. نامه زد چرا خلیفه شدی؟ گفت من بزرگتر بودم. نامه زد خب من که باباتم، اگه به بزرگی بود که منو میآوردن رئیس میکردن. همین قرآن که میگه و آتینا، مثلا ما حکمت رو دادیم حکمن صبیا، مثلا بزرگ کوچکی برش در نیست که. اگه حکمت جایی باشه میگه بچه تو قنداق بگه انی عبدالله، یحیی پیغمبر بشه ولو که صبی باشه. کجا گفته پیغمبر هر کی بزرگتر بود؟ اصلا مگه ابوبکر بزرگترین آدم مدینه بوده؟ چه قاعده ایه؟ مگه پیرها نادان نمیشن؟ مگه نادانها پیر نمیشن؟ یه موضوعی رو من بگم. ببینید من استنباطم اینه که ببخشید میفرمایید، من استنباطم اینه که ما با آیون اهل عامه وقتی داریم صحبت میکنیم و اونها ادله‌شون رو بیان میکنن، انگار که یک واقعه‌ای رخ داده، یک اتفاقی رخ داده، چون اون واقعه رخ داده حالا ما میایم براش برهان میچینیم. بله، بهترین جامع ترین بحث اینه. حضرت آیت الله میلانی اعلی الله مقامه که عرضم به خدمت شما که دیگه واقعا در کسانی که زنده هستن در تأثیرگذاری در مقام امامت و دفاع از مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام ایشون کم نظیر نیستن و بی نظیر هستن و همه محققین و همه کسایی که تألیف میکنن و همه کسایی که کار میکنن در دفاع امیرالمؤمنین علیه السلام یک جوری سر سفره این سید اولاد پیغمبر نشستن. ایشون بیان جذابی داره، من کار ندارم، ممکنه که مقصرم ایراد داشته باشم به ایشون. یک بیانی داره که عامه در جانشینی بعد از پیغمبر توجیه ماوقع میکنن. خدا خیرتون بده. عرض من همینه. توجیه ماوقع میکنن. من برگردم ماجرام مونده، ما می‌خواستیم بریم جلوتر بریم، ولی من داغ دلی رو بگم. امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن چرا به این رأی دادن؟ یکی دیگه آخه آدم باید یا علم داشته باشه، یا شجاعت داشته باشه، یا نسب درستی داشته باشه، یا جایگاه درستی داشته باشه. بزرگوار اونجا آدمایی بودن که از قبیله‌های مطرح عرب بودن، حداقل شجاع بودن، دانشمند بودن. اصلا تو گزینه‌های خودتون کسایی که با اهل بیت مشکل دارن، اصلا با اهل بیت مشکل دارن، یک افراد درست حسابی تری بودن. بنده خدا گفت تو سقیفه، حالا مبسوط چی میگیم، تو سقیفه بحث شد. اون گفت من انصار پیغمبرم، اون گفت من مهاجر الله هم فلانم پشمدانم. ابوبکر تنها دفاعی که از خودش کرد گفت من هم قبیله و هم شهری پیغمبرم. و چون همه قانع شدن که به همشهری پیغمبر رأی بدن بهتره که به انصار مثلا سعد ابن عباده و اینها رأی بدن. امیرالمؤمنین میگن نفسی کشید، پوزخندی زد، گفت عزا و شجره
واحتجوا بالثمره، درخت رو از بین بردند، به میوه استناد میکنن. دختر پیغمبر رو زدن له کردن، محجورش کردن، بیعتشون با کسی که به منزله نفس رسول الله بوده، برادر پیغمبر بوده، پسر عموی پیغمبر بوده، داماد پیغمبر بوده، اینا رو شکستن، رفتن به احترام پیغمبر به یکی از همشهریاش رای دادن. هنوز بدن پیغمبر روی زمینه و بدن پیغمبر هم روی زمین. ما آدم‌های معمولی که میمیره میگن بابا ارث اینو میخواین تقسیم کنین، حداقل بزنین ما مراسمش بگیریم بعد سر کله هم بزنیم. آدم‌های معمولی که میمیرن، جنازه پیغمبر رو زمینه، افراد برای خودشون تشکیل حکومت میدن، همون میزنن، صدا و سیما میگیرن، برنامه ریزی میکنن. زن پیغمبر 2 روز بعد فهمیده از صدای کلنگ که دارن تو خونه بغلی پیغمبر رو دفن کنن. محبوبه رسول الله میگه از کلنگ امیرالمؤمنین فهمیدیم داره پیغمبر رو دفن کنه. چقدر شما مقرب بودین به پیغمبر، چقدر ناراحت بودین از شهادت پیغمبر. خب برای اینکه یه جنبندی هم بکنیم تا به اینجا، ما رسیدیم به ماجرای سقیفه و پرداختیم به ماجرای سقیفه و البته هنوز به اینکه چی شد که خلافت و حکومت خلیفه اول جناب ابوبکر تحکیم شد، هنوز به اون نپرداختیم و فکر میکنم این رو بایستی بذاریم برای یک موقع دیگه ای. من فقط یه موضوعی رو خودم عرض بکنم و اگر شما فرمایشی داشتید بفرمایید و بعد تمام بکنیم بحثمون رو. یه خطبه ای داره خلیفه دوم، اگر درست بگم شما تایید بکنید یا اصلاح بکنید. ایشون در سال پایان عمرش این خطبه رو ایراد کرده در مسجد خیف که شما ابتدای فرمایشاتون اشاره کردید بهش. ما چیزی غیر از این خطبه‌ای که خلیفه دوم خونده در مسجد خیف رو نداریم در مورد سقیفه و آقایون اهل سنت چیزی برای استدلال که متقن باشه، که تمام کننده باشه و جامع باشه در مورد به خلافت رسیدن شخص خلیفه اول ندارن. درست عرض میکنم؟ نیست صرفاً و حتما همین خطبه خلیفه دومه که فرمود ان بیعت ابی بکر فلتتون، همینه دیگه، چیز دیگه که نیست. این رو هم بگید. عملاً ما از احداث داخل سقف سقیفه بنی ساعده تک راوی ما شخص خلیفه دوم و او هر طور که خواسته نقل کرده. حالا حتما همینجوره در کتاب‌های متعدد آمده ها. بله بله. طبری یک جور دیگری نقل کرده، بخاری یک جور دیگری از عمر نقل کرده، ولی عملاً روایت شخص دیگری از داخل سقیفه در کتب عامه نیست. نه خیر، کتب عامه منظورم در کتب عامه نیست. در شیعه هستن افرادی که اونجا حاضر بودن و گزارش هایی در کتاب سلیم داریم. در کتاب سلیم و غیر سلیم ماجراهای مفصل شیعه داره. اهل سنت فقط عرضم به خدمت شما که خلیفه دوم میگم. با این برنامه زمانبندی شما ما وارد اتفاقات خود داستان سقیفه بنی ساعده بشیم یا نش؟ ما اگر یه پازی داشته یه پاز بدیم فعلا اگر که شد ادامه داشته بحثمون، اگر نه تا به اینجا ما بحث رو نگه داریم که رسیدیم به داخل سقیفه بنی ساعده. حالا قضایایی که داره از افراد داخل سقیفه بنی ساعده و اون چیزی که اتفاق افتاد بعد از سقیفه بنی ساعده و تحکیم حکومت خلیفه اول، اینها رو بعد در موردش صحبت بکنیم. اگر نکته دیگه‌ای دارید بفرمایید، اگر نه که بحث رو موکول بکنیم به جلسه بعدی. عزیزین خیلی ممنون، متشکرم. ممنون که وقت گذاشتید. ان شاءالله بحث رو باز ادامه میدیم. امروز یه جوری این پادکست اول و این برنامه اول شما یه جوری تیزر مانند شد. یعنی آره. ما 4-5 روز پرفشار و آره. خیلی جمع و جورش کردیم. ابتداء بحث دیگه میگن کلام یجر الکلام، یه جور مدیریت کنیم که بریم جلو، موازی کامل متوالی. ولی ماشاءالله اینقدر این صفحات تاریخ پروپیمونه، اینقدر حرف توش هستش، میمونیم این قسمتشو بگیم بریم تو اون
در باز بکنیم و تو اون اتاق رو نگاه بکنیم خلاصه زمان بره. جناب آقای عزیزخواه، کلن این مباحث به درد کسی میخورد که بی‌طرف به موضوع نگاه بکند. بله. من حرفم نسبت به شیعیان هم همینه. نه این کامنت بذارین آی فلان آی فلان. این مباحث رو در خلوت خودتون بدون اینکه فکر کنید شیعه هستید یا سنی هستید نگاه بکنید. سیره ائمه اگر شیعه باشید مستحکمتر میشید و اگر عرضم به خدمت شما که بی‌طرفانه ولو اینکه شما اهل سنت هستین تو اون بستر بودین، این مباحث به شما کمک میکنه که با حقیقت آشناتر بشین، با پیش زمینه به مباحث نگاه نفرمایید. ممنون که وقت گذاشتید و ما رو نظاره کردین و گوش دادید صدای ما رو. اگر دوست داشتین این محتوا رو و این برنامه رو میتونید بفرستید برای دوستانتون، برای عزیزانتون، برای نزدیکانتون، هر کسی که علاقه‌مند به این موضوعات هستش. توی تمام اپ‌های پادکست مثل کست باکس، مثل اپل پادکست میتونید این فایل رو گوش بدین، برای دیگران ارسال بکنید اونجا. همچنین میتونین ویدیو و فایل تصویری این قسمت رو توی کانال تلگراممون، فایل صوتیش رو هم میتونید توی کانال تلگراممون داشته باشید و ارسال بکنید برای دیگران. هر سوال دردی است، درد نشانه بیداری، مکتوم تفسیر بیداری است. ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.